لادە چارشێوی ڕەشت با دەرکەوێ کوڵمی گەشت ئای لەدەست ئەم چڵکە هەورە مانەیمان گرتنە چون لە قەڕنی بیستەما زۆرەی بەم ڕووگرتنە ئەو پەچە و ڕووبەند و چارشێوەی نەدیوانەنکی تۆ ئەو شڕ و شاڵانە دیاری دوژمنی دڵچڵکنا تاکو ژن ئازاد نەبێ سەرچاوەکەی ژین هەر لیخنا ژن ژیانە
25 آبان همه مغازه‌هاش بسته است. برای گریه های بی‌وقفه، برای تصویر تکراری لحظه، برای 25 آبان، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای امید آزادی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو کامران لای فرانسه بیمارستان درگیری زخمی هست لکامران زخمی هست کامران زخمی کامران وضعیت قرمزه درگیریه. درودهای ما رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله. خوشحالم که یک بار دیگه با پخش زنده پوشش اعتصابات و اعتراضات سراسری در ایران در خدمت شما عزیزان هستم. بینندگان عزیز، شما میتونید از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون هست در طول شبانه روز از طریق تلگرام تصاویر، ویدیوها و پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. همچنین سوالاتی که از مهمونای عزیز برنامه دارین میتونید از طریق همین شماره برای ما بفرستید. این انقلاب سر باز ایستادن ندارد و تا پیروزی نهایی با گام‌های استوار پیش می‌رود. اعتراضات سراسری 3 روزه در یادبود 3مین سالگرد آبان خونین و در امتداد قیام و اعتراضات جاری با اعتصابات گسترده در سراسر ایران وارد 2مین روز خودش شده. امروز سراسر ایران امروز در اعتصاب و اعتراض بود با شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور، از کردستان تا جلفا، قدرت به دست شورا و زن، زندگی، آزادی. متاسفانه در طول 2 روز گذشته در کردستان در شهرهای سنندج و کامیاران 5 نفر از معترضین با شلیک گلوله مستقیم مزدوران رژیم جونشون را از دست دادند. برای ارزیابی از این آبان خونین و همچنین انقلابی که در ایران جاریه همراه هستیم با رفیق فریدون ناظری، عضو کمیته مرکزی کامله. شما رو برای دیدن این گفتگو دعوت میکنم. رفیق فریدون، خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم از شما، همکارانتون و بینندگان عزیز. خیلی خوش اومدید. رفیق فریدون، ما میدونیم که فراخوان‌هایی که در سوشیال میدیا، چه از طریق گروه‌های مختلف اجتماعی و چه فردی و حتی دستی، این فراخوان‌ها داده شده بوده که 20 روز 24م، 25م و 26م آبان رو در یادبود جانباختگان آبان 98 به اعتصاب و اعتراض بپردازیم. با استقبال خیلی گرمی در سراسر ایران، نه تنها کردستان، مواجه شده. شما این استقبال رو چطور ارزیابی میکنید؟ این استقبال همینطوری که خود شما گفتید در واقع ادامه مبارزات
2 ماهه اخیره، چون امروز 60 روز از این خیزش انقلابی گذشت. ادامه همونه، منتها در یک سطح بسیار وسیع‌تر و چشمگیرتر. همونطوری که شما گفتید الان مثلا ما یکی از تلاشامون این بوده که این خیزش و اکسیون‌های این خیزش هم ادامه پیدا بکنه، هم تعداد زیادی از نیروهای هنوز مشکوک به اینه که آیا این انقلاب پیروزی خواهد رسید نمیرسه، رهبر داره نداره، تشکل داره نداره، کارگر اومده نیومده، به دلایل مختلفی اقشاری نیومدن دیگه. اینه که هنوز رژیم خیلی درنده است، خیلی مهاجم فلان فلان. این 60 روز همینجور جلو اومده و رشد کرده، همینجور از این نیروهای به اصطلاح که اسمشون رو بذاریم سوال دارن و هنوز خودشون وارد نمیشن یا فعالانه وارد نمیشن، به اشکال دیگه میکنن یا هنوز در پشت بام ها میکنن، پشت پنجره میکنن، زیاد شدن. و اتفاقا تو این 2 روز نشون داد که بله خیلی زیاد شدن. مثلا یکی از نیروهایی که اهمیت داشته برای مردم، خب طبقه کارگر به طور واقعی هنوز اون آمادگی رو نداره. ما میدونیم دلایلش هم میدونیم، هیچ ملامتی هم بر کسی نیست. اما بازاری ها و کسبه و اینا بخش خیلی مهمی هستن، مخصوصا کسبه کوچیک خیلی وسیعن. مثلا من یه وقت یادم میگفتن تو تهران 1 میلیون از این مغازهای کوچیک است. اون وقتا الان که معلومه چقدره. البته معمولا این مغازهای کوچیک توامه چیزهای بزرگتر و شرکت‌های بزرگتر مجتمع‌های تجاری میشه. من آماری ندارم ولی میدونم خیلی وسیعن، ابزارمندا خیلی وسیعن، دهقانا همچنان. بنابراین اینا تلاش این بوده که اینا بیان. اتفاقا تو این 2 روز بازاریا کسبه اینا بیشتر اومدن. بازار بزرگ تهران، اون منطقه بازار بزرگ تهران، نه فقط خیلی هاشون مغازه‌هاشون رو بستن، البته باید واقع بین بود، بخشن هم از ترس اینه که لطمه‌ای ببینن مغازه‌هاشون، ولی اونا نیروی اصلی نیستن. نیروی اصلی این معترضینن. دلایل اینه که چرا جمهوری اسلامی که بازار نیروی پشتیبانش بود، یکی از نیروهای پشتیبان اصلیش بود، نتونست بازار رو نگه داره. مال برخوردی که به مسائل سرمایه در سطح جهان کرد و با آمریکا کرد و به سرمایه غربی کرد و تلاش کرد یه این هسته سخت قدرت به طرف چین برن، به طرف روسیه برن، که اینا اصلا با فرهنگ بورژوازی ایران و خورده بورژوازی ایران اینا هماهنگی تاریخی نداره. اصلا اعتمادم به این یلتسین و بعدش نمیدونم این پوتین و اینا ندارن، به چین هم ندارن. خب ناراضی شدن دیگه، این که عملا ضرر میکنن. عملا یه مشت دزد اومدن، یه مشت سپاهی اومدن دست اینا رو بریدن از خیلی از منابع، از خیلی از امکانات دولتی، از خیلی مالیات های بیشتری برشون تحمیل کردن. بنابراین اکثرشون به نظر من مال این نیست که میترسن، فرصت پیدا کردن، نیرو بیشتر شده، مردم تناسب قواشون طوری شده در برابر رژیم، اونا هم اعتماد پیدا کردن، تو این 2 روز نشون دادن. و بعد جالب اینه که مرگ بر دیکتاتور فقط نه، مرگ بر خامنه ای هم دادن. من امروز نگاه کردم به تهران و این شهر کلیدیه، 28 تصویر از تویوتر فقط اومده از مناطق مختلف تهران. هنوز البته باید بیشتر بشه ولی واقعا چشمگیره به نسبت حتی 2-3 روز قبل از اون. چرا این 2 روزه؟ برای اینکه سال 98 در آبان 98 مردم برای ضد گرانی، ضد اضافه کردن مثلا قیمت بنزین اینا اومدن، ولی تو ایران هیچ حرکتی شروع نمیشه مگه بلافاصله بزنه به دیکتاتوری و سطح دیکتاتوری و نماینده دیکتاتوری که خامنه ای و اینا. اونم الان وقتی نگاه میکنی ظاهرا ادامه اونه، منتها در یک شرایط کاملا متفاوت با 3 سال پیش. کاملا متفاوتش هم اینه که
در 3 سال پیش بیشتر حاشیه نشینا بودن، بیشتر مردا بودن. الان اینجور نیست. الان دیگه اینه که فقط تقریبا شهرهای کوچک، نه شهرهای کوچک بودن بیشتر، یادم نیست، ولی مقصودم اینه که فرض کن کردستان و سیستان و اینا همه وحدت، این همه چیز نبود، این وحدت نبود، این همه زن در میدان نبود، نقش رهبری پیدا کردن زنان اصلا موجودیت نداشت. بنابراین با 3 سال گذشته خیلی فرق داره. دیگه اینه که خیلی نسل جوونیه، نسل جوون بی آینده ایه، نسل جوونیه که دیکتاتوری و دستور و اینا رو اینقدر شنیدن از تو مدرسه و اینجا و اونجا و سر کار و فلانیا به تنگ اومدن. آخه تو این همه فشار به من میاری، هیچ آینده ای هم ندارم. یک نسلی خودشون میگن یک بازجو گفته بوده من آدمای درشت اپوزیسیون رو بازجویی کردم، نه اونا اینا جوونا، نه از من حالی میشن نه من از اونا، برای اینکه این دیکتاتوره، اونم دیکتاتوری سرش نمیشه این جوون. این البته ممکنه در آینده صحبت بکنیم که نقاط ضعفی هم هست معمولا وقتی جوون اینجوری به میدون میاد، ولی فعلا نقاط قوته که خیلی چیزه. بنابراین در این 2 روز بازاریا اومدن، مناطق بسیار زیادی اومدن. یک شهر کوچولو، اصلا شهرک کوچولویه، اسمش یادم نیست، نمیدونم چی بود، 13 نفرشون رو گرفتن برای اینکه اولین بار اومدن میدون. خیلیه این گسترش، خیلیه، چون معمولا این مناطق کوچیکتر خیلی سریع میشه سرکوبشون کرد. حتی روستاها، مثلا الان بعضی از روستاها مخصوصا در کردستان در مدیوان شرکت کردن، خیلی تناسب خوبی رو نشون میده. جمهوری اسلامی یک تاکتیک داره، تاکتیک‌های مختلفی داره. یکیش هم اینه که بیشتر در کردستان موجب جان باختن انقلاب بله، اتفاقا میخواستم این سوال ازتون بپرسم که ما میبینیم که بیشتر شهرهای ایران، نزدیک به 30 شهر مختلف ایران در اعتصاب و اعتراض بودند و همون شعارهایی رو میدن که در کردستان معترضین سر میدن. اما ما در طول 2 روز گذشته 5 کشته داریم و زخمی های خیلی زیادی، بازداشته خیلی زیادی و مستقیما به سر و گردن معترضین شلیک میکنن. این خشونت عریانی که در کردستان به کار میبرن، مخصوصا در طول 2 روز گذشته در سایر مناطق به کار نبردن. دلیلش چیه؟ دلیلش قبل از هر چیز میخوان تفرقه بندازن. خب در این حال که کردستان 43 سال پیش بهشون گفت نه و ادامه داد مبارزه در اشکال گوناگون، جنگ مسلحانه، تظاهرات، تحصن، اعتراض دم زندانها، اعتراض دم نیروهای قضاییش و مادران پیشمرگ و انواع و اقسام اشکال، شورا، بنکه، نیروهای مختلف در محلات برای خودشون تشکل‌های گوناگون داشتن. دیگه اینه که تو این سال هم برای محیط زیست در کردستان بیشتر تشکل است، برای حفاظت از مردم مثلا تنگ دست در کردستان. من یه خبر دیدم در یکی از این محلات غذا تقسیم کرده بودن تو نایلون ها و خونه هایی که چیزترن. دیگه اینه که به فکر دارو، به فکر اینه که این کسانی که زخمی میشن نرن دم دست این جلادایی که تو بیمارستان هم مستقر شدن. الان جمهوری اسلامی یاد گرفته به کسانی تیراندازی میکنه خودش بی خطر، به پا و ایناشون چاشمه میزنه، بعد اینا برن خونه که این نیروهایی که به کمک اینا میرن برای معالجهشون و دکترایی که به کمکشون میرن شناسایی کنن. یعنی مردم انواع و اقسام این چیزا رو در کردستان تجربه کردن. بنابراین قبلا رژیم اگه یادتون باشه سال 78 پیشترش بعدش هر تحرکی در تهران میشد حمله میکرد به کوی دانشگاه، میگفت میدونه دانشجو عامل الهامه. تو الان میدونه جنبش توده‌ایه و کردستان عامل الهامه. این یکیشه میخواد تفرقه بندازه. مردم کردستان
این زمینه ظاهرا هست. بگن خب چرا به فارسا نمیزنن، مثلا به تهرانی نمیزنن، فقط به ما و به سیستان میزنن. اتفاقا هوشیاری تهرانی و هوشیاری فارس زبان و هوشیاری مردم غیر کرد و غیر بلوچ سبب شد اینا بشکنه. برای اینکه تو وقتی که به من بیشتر میزنی منتظری تفرقه بیفته. اون یکی میگه از کردستان، از تهران تا کردستان ستم علیه زنن، از کردستان تا تهران خونینه تمام ایران مثلا. یعنی اینه که در هم شکسته شده. اما چه بکنه آخه این رژیم مستاصل بدبخت رو به مرگ همش هی این چیزا رو که درش شکست هم خورده هی تکرار میکنه. بله، شما از شیوه های مختلف و رذیلانه گفتین که میخواد این اعتراضات رو سرکوب کنه. امروز در سوشیال میدیا یه خبری پخش شده بود مبنی بر اینکه سویه جدید کرونا رو تزریق کرده به مرغ‌هایی که به صورت آزاد در بازار فروخته میشه که مردم کرونا بگیرن و از تجمع خودداری کنن. تا این حد رذیلانه؟ یعنی فکر میکنید که تا این حد میتونه به هر سناریویی دست بزنه که مردم رو از تجمع کردن؟ به نظر من جمهوری اسلامی همه اینا ازش برمیاد. فقط جمهوری اسلامی نیست، دیکتاتورهای دیگه هم تو بلاروس مثلا الان جمهوری اسلامی آخرین آمار میگه 15,029 نفر دستگیر شدن، ولی من مطمئنم الان بالای 16,000 اینام شده. تو بلاروس 20,000 نفر رو گرفته بودن. بنابراین داره تبعیت میکنه از این دیکتاتورها، از پوتین که راهنمود میده به رئیس جمهور بلاروس. اونجا هم همه این چیزا رو پراتیک کردن، فاشیستا کردن، تاریخ داره اینا. بنابراین آره میکنن. من اینو از شما دارم میشنوم، قبل ازم به من گفته بودید همه کار ازش برمیاد. ما باید مسئول بکنیم خودمونو در برابر این همه توطئه ها. بله، سپاسگزارم. بینندگان عزیز، همین اکنون که ما داریم با هم صحبت میکنیم شهرهای همدان، شاهینشهر، تهران، ساوه، تبریز، شهر کرد، چابهار، اصفهان، بهبهان، مرودشت، ایزه، کرمانشاه، بجنورد، قم، شیراز، گیلان، قزوین، بوکان، قروه، سردشت، سقه، سنندج، مهاباد، کامیاران، جوانرود، ایلام و روانسر مردم در خیابان‌ها هستند و با شعارهای مختلف خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند. شما عزیزان هم میتونید پیام هاتون و گزارش هاتون و تصاویر و ویدئوهاتون رو از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیون است در طول شبانه روز از طریق تلگرام برای ما بفرستید. آخرین تصاویری رو که شما عزیزان برای ما فرستادید میبینیم، برمیگردیم.
لاچو درودهای دوباره من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامل عزیزم. گزارشی کوتاه از همکارانمون به دستمون رسیده که براتون میخونم با این عنوان که در اعتراضات امشب چهارشنبه 25 آبان ماه در شهر سقز یک کودک با هویت دانیال پابندی با ضربه گلوله سرکوبگران رژیم جان باخت و اکنون پیکر وی در بیمارستان تامین اجتماعی سقز هستش و چند تا پیام برامون اومده که گفتن که از تلویزیون ما اعلام کنیم به مردم شهر سقز که در جلوی بیمارستان تامین اجتماعی تجمع کنند و اجازه ندن که مأموران سرکوبگر و کودک کش رژیم جنازه این کودک جان باخته رو بدزدن و در جایی بدور از چشم مردم اونو به خاک بسپارن و به کمک خانواده این کودک جان باخته برین. ما هم از طرف خودمون هم به خانواده این کودک جان باخته تسلیت میگیم، به مردم شهر سقز و همچنین کامیاران و سنندش تسلیت میگیم و اعلام میکنیم که پیروزی نزدیک است. بله رفیق فریدون، یک سوال هم برامون اومده از شهر سقز، اسمشون رو ننوشتن، نوشتن که بهترین ها رو برای مهمان و مجری و تمام دستاندرکاران تلویزیون کمال و حزب آرزو مندم.
که این مدت همراه مردم کردستان و ایران اطلاع رسانی کردید. کشتار بیرحمانه جمهوری اسلامی نماینده سرمایه‌داری که در آبان 98 به تمام خانواده و مردم ایران و کردستان و جنبش کارگری گرامی می‌دارم. جنبش آبان 98 با توجه به سرکوب جمهوری اسلامی نتوانست این جنبش را خانه نشین کند. در ادامه این مبارزه جنبش 1401 با کشتن مهسا امینی از قبرستان آیچی سقز با پشتیبانی مردم برابری طلب و انقلابی سقز بلافاصله به تمام شهرهای کردستان و ایران رعد و برق انقلابی زد با شعار از کردستان تا سراسر ایران، کردستان چشم و چراغ ایران. انقلابی کردستان قانونی اساسی ایران را با سوسیالیست علمی می نویسیم. پس این پیام سوال نبود، فقط پیام بود. ما هم درودهای انقلابی خودمون رو نثار شما بیننده عزیز می کنیم. سپاسگزاریم از پیامتون و بله دقیقا همینطوره. انقلاب 1401 همین انقلابی که 2 ماه خودش رو پشت سر گذاشت ادامه خیزش سال 98 هستش و اما این بار رژیم دیگه نمیتونه این خیزش انقلابی رو سرنگون کنه و قطعاً تا انقلاب و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی با تمام ارکانش ادامه خواهد یافت. سپاسگزارم از پیامتون بیننده عزیز. رفیق تریدون برگردیم به برنامه و سوالاتمون. خیلی ها میگفتن که مردم این قدرت و نیرو رو ندارن که جمهوری اسلامی رو به عقب برونن و به زیرش بکشن. هرچند که ما این دید رو نداشتیم و از همون روزهای اول میدونستیم که این انقلابی که شروع شده و خیلی قدرتمند هم شروع شد و این قدرت تا به امروز ادامه داره میتونه که رژیم جمهوری اسلامی رو به زیر بکشه. اما خب در 2 روز گذشته ما شاهد توازن قوای بسیار خوبی به نفع مردم بودیم و شما اشاره کردین که بازاریان چطور هماهنگ در سراسر ایران و مخصوصا در کردستان به طور کامل در اعتصاب بودن. شما این حرف رو چطور ارزیابی میکنید؟ من قبل از هر چیز خیلی تشکر میکنم از این بیننده عزیز. خیلی آینده نگران است. اینو ما میخوایم. میگه قانون اساسی که طبقه کارگر و سوسیالیست‌ها بنویسن. خیلی این آینده نگران است و ما به این احتیاج داریم. اتفاقا به دلیل وجود اینی که این گرایش در ایران قویه، در کردستان قویه، فقط پراکنده است و ما باید سازمانش بدیم. امید ما به اصطلاح پیروزی بیشتره. اما در جواب مشخص‌تر سوال، ببینید نه جمهوری اسلامی تمام نیروشو هنوز به تمام میدون آورده، نه انقلاب هنوز 10-15% 20% شاید نیروشو به میدون آورده. تحلیلا میشه گفت، ما متاسفانه جا آماری نداریم، ولی تحلیلا میشه گفت واقعا 90% از مردم این جمهوری اسلامی رو نمیخوان. منتها ما مثل کمونیست‌ها و کسانی که میگیم باید طبقه کارگر رو سازمان مبارزه طبقه کارگر رو سازمان داد و این وظیفه سرنگونی این رژیم رو عنوان گام اول به عهده بگیره. بورژوازی هم میگه نه، اینو ور میداریم به جاش حکومت سکولار پارلمانتریست فلان فلان میداریم. همه طرفدار به این معنی براندازیه. اینا هنوز 20% 15 تا 20% اومدن، هنوز نیرومون نیومده. ولی این 2 روز چی نشون داد؟ این 2 روز نشون داد که داره کیفاً تغییراتی دیده میشه. مدت هاست ما میدونیم تناسب قوا بین رژیم و جمهوری اسلامی به نفع مردم چنان شکسته شده که الان اونا از ما میترسن، نه ما از اونا. الان مردم انقلابی هم در واقع اونا رو وحشت زده کردن. خود این مامورایی که میزنن اینا بدترین کسان تربیت شده شون هستن، بعد منافع عظیم دارن، امکان بهشون دادن اختلاس کنن، دزدی کنن، زن صیغه بگیرن. این خیلی مهمه برای اینا. خیلی امکانات در داخل، امکانات رانت، بانک، فلان همه چیزه. بانک بهت وام بده بعدم پس ندی. نمیدونم از اون بر چیزای درست کرده بودن شبیه بانک، صندوق مالی فلان، بعد خوردن مال مردم رو بردن. کسی هم نیست بگه اینا کی بودن، چه بودن، چه کردن. بعد 3 میلیارد میبینید میدادن. اینا
منافع اینجوری دارن. برای اولین بار ما در سال هم 88 هم 96 هم 98 دیدیم خود سرمایه‌دار مسلحانه میاد میجنگه. این مهمه. هیچ وقت در هیچ کشوری سرمایه‌دار خودش نمی اومده و میشه میفرستاده، ولی اینا کسانی بودن بخشن حتی لاتولوت به این دلایل ثروتمند شدن، صاحب سرمایه شدن، صاحب مکنت شدن. خودش هنوز یه روز اگه جلاد بوده، زندانبان بوده، فلان بوده، هنوز فعال توی عرصه. اینا بخشن اینجوری هن، ولی ما منتظریم که بدنه این نیروها با این نیرو به میدون اومدن نیروی اصلی انقلاب که طبقه کارگره و مطمئنا خواهد اومد، فقط اومدنش پیچیده است، ساده نیست. این بیاد بدنه رژیم، اولا رژیم این حالت تهاجمی نیروهاش از دست خواهند داد، میرن نگهداری میکنن بانک و از وزارتخونه و از این اداره و از اون پلیس و از اون فلان فلان، اینا راهپیمایی از این براه خواهد افتاد. طبقه کارگر تو اون لحظه دیگه با پرچماش میاد، چون الان کارگرای زیادی فعالن منتها به عنوان کارگر نیستن. 80% کارگرای ما بیشتر در حواشی و در کارهای به اصطلاح هستن که مثل اینه که روزی کار هست روزی نیست، اینجا کاری باشه اینجا نه، دست فروشی بکنه، تو خونه ها خانوما مخصوصا نظافت بکنه فلان. اینا 80% اینا در انقلاب شرکت دارن، ولی هنوز به عنوان طبقه نیومدن، با تشکلاشون با رهبراشون. هنوز الان بین جمهوری اسلامی مطرح شده که چیز کنیم، مذاکره کنیم. مذاکره با کی؟ هنوز شورای انقلاب مردمی تشکیل نشده. وگرنه مثلا شما اگه این چیز جمهوری اسلامی یک نشریه‌ای داره، یه خبرگزاری که ایرنا هست، بله ایرنا، مصاحبه کرده با 7 استاد، بخشن واقعا آگاهن، بخشن پرتن. از اون 7 نفر من چیزاشون رو خوندم. اون بخشایی که آگاهن میگن این زمینه داره، یعنی برعکس اینه که تو میگی آمریکا میکنه و خارجه و بابا زمینه داره، بیکاری، فقر، این بی آیندگی جواناست، بیکاری این هم به تحصیل کرده است، ستم بر زن، ستم بر ملیت هاست، ستم بر اخشار. طرف میره کلیهشو میفروشه. این چیز عنبیه بهش میگن، مال چشم قرنیه فلان فلان میفروشه. ایناست میگن خودشون. ولی جمهوری اسلامی باید بمونه. به قول خاتمی میگن اصلا نمیشه برش داشت، نه مطلوب برش دارن. خب برای اون ملا اینجوری تشخیص داده میشه، ولی نمیدونه قدرت طبقه کارگر، آینده دیگری طبقه کارگر، سیستم از بحران زده سرمایه، اینا رو نمیفهمه که. مقصودم اینه که این صحبت ها رو پیش آوردن که مذاکره کنیم، صحبت کنیم. این سرکوبا نتیجه عکس داده، میگن سرکوبا نتیجه عکس داده، متوقفش کنیم. اما هنوز نیروی انقلاب اینقدر به میدون نیومده که اونا زنگ خطر رو شنیدن. بنابراین بله، به نظر من نیروی انقلاب باید همینجور پیش بره. الان کشمکش زیاد شده، در روی با نیروهای چیز زیاد شده. باید خردمندانه این رو طوری چیز پیش ببریم که دچار تاکتیکای دودرس نشیم، که این توده از این بیان. و این وقتی که این توده از این بیان، جمهوری اسلامی رو باد خواهد بود. بله رفیق فریدون، شما از رفرم گفتید. خیلی از مردم، من شاید هستم سوالم برامون اومده، بعد از سوال خودم بیننده از سوال شما رو هم حتما میپرسم. خیلی ها خب میگن که مولوی عبدالحمید یه آخوندیه که الان پشت مردم وایستده و اینا. مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان گفته که باید یک رفراندوم دوباره برگزار بشه. شما نظرتون در این مورد چیه وقتی که مردم در خیابونها از روز اول تا به امروز خواهان سرنگونی کامل رژیم هستند؟ رفراندوم، ببینید کل بورژوازی با آخوندش و غیر آخوندش و با سپاهیش و اینا
میخوان حفظ بشه این جمهوری اسلامی. منتها کسی مثل این آخوند سیستان و بلوچستان میگه بیشترین خواستش اینه که سنی و شیعه برخورد مساوی بهشون بشه. حق مشکل ما این نیست، مشکل ما این خرافات ها نیستن، ولی این اینجور فکر میکنه. رفراندومی جمهوری اسلامی نخواهد کرد و رفراندوم هم مطرح کردنش فقط برای اینه که مردم یه امیدی پیدا کنن برن خونه هاشون. ما همش میخوایم مردم بیان، اینا میخوان مردم رو برگردونن. خود خاتمی میگه حکومت خوب حکومتیه که برای مردم امنیت، رفاه، فلان فلان بیاره. خود این اولین حملش به طبقه کارگر بود وقتی که 8 سال سر کار بود. سیستم سرمایه در ایران اجازه نمیده که رفراندوم بشه، سیستم سرمایه اجازه نمیده رفرم بشه. نه اینکه جمهوری اسلامی مثلا آدمای خرفت و احمقی هستن که هستن، ولی اصلش اینه که این رفرما و این چیزا ممکن نیست دیگه. یا انقلاب سرنگونی جمهوری اسلامی یا دوباره تسلط جمهوری اسلامی. انقلاب امکان پیروزیش بیشتر، الان روز به روز ما این عکس و این تصویر رو بیشتر میبینیم، روشن‌تر میبینیم. و وقتی که سر کار میاد اون وقت مثل این بیننده عزیز باید گفت که کی بدیل چیه. خیلی مهمه. ما در جمهوری اسلامی به اصطلاح دور انقلاب 57 این خمینی میگفت وحدت کلمه، در واقع یعنی با من وحدت باید بکنی. وحدت کلمه، وحدت به کلمه. هرچی هم صحبت میکردیم میگفتن بحث بعد مرگ شاه فلان، نمیتونیم این کلاه سرمون بره دیگه. این کلاه تاریخی بوده سرمون رفته. رفیق فریدون، زمان برنامه کمه، من خودم یه سوال هنوز در ذهنم هست که باید ازتون بپرسم و همون بیننده عزیز که قبلا برامون پیام داده بود دوباره پیام داده بود، گفته که رفیق فریدون ناظری، نظرتون در مورد کمونیستا و سوسیالیستا و فعالین کارگری به تمام توازن قوا آن چیزی که در توان دارند و با تاکتیک های انقلابیشون کوتاهی نکنند برای سازماندهی طبقه کارگر و مردم، شما چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید؟ منظورش اینه که سوسیالیست ها و کمونیست ها تا جایی که در توان دارن برای سازماندهی باید چیکار کنن که کوتاهی نکنن در مورد این انقلاب؟ ما در مورد طبقه کارگر 2 یا 3 وظیفه خیلی عمده داریم. کلاسیک این وظایف امروز خیلی چیز تره. یکی آگاهگریه، تبلیغ، ترویج، سازماندهی. باید آگاهگری کنیم. هنوز باید آگاهی بخشی کرد در مورد خود سوسیالیسم. خود سوسیالیسم چند سالی در 1917 تا حدود 1929 حکومت داشت، منتها تمام این مدت مورد حمله بود. 21 کشور بهش حمله کردن. تمام جنرال های درون چیز رو سازمان دادن. 80% جمعیت دهقان بودن، بنابراین در بین دهقانای ثروتمند نیرو جمع کردن، حتی قیام کردن. همش این بود، فقر بود، چیز بود فلان. بعدم که دیگه تونست ناسیونالیسم روسی و کمک امپریالیستا کسی مثل استالین رو که کمونیستی بود از قبل و حزب کمونیست اینو منحط بکنه و این شخصیت ها رو منحط بکنه و خود استالین اومد تمام کمونیست های واقعی رو کشت، اعدام کرد. این سیستم 80 خورده سال، این چقدر دوام آورد تا سال 90 اواخر 91 اوایل 92. خیلی انسانی تر بود از سیستم های حتی سوئد. اصلا بیکار درش نبود، اصلا بی خانمان درش نبود، اصلا هم بهداشت و همه چی مجانی بود. زنها بیشترین امکانات رو داشتن برای رشد. دیکتاتوری هم بود، ولی در دل این دیکتاتوری رفاهی هم بود، یه وضعیتی بود. آمریکا تو این مدت با کمک تمام امپریالیستای دور و برش و سرمایه‌داران بزرگ دور و برش و اینا یه جنگ سردی راه انداخت، یه تبلیغات عظیم علیه این سیستم شوروی که کمونیسم نمونده بود دیگه. ولی تا امروز همه میگن کمونیسم مونه. ما باید آگاهگری کنیم، ما هنوز کار داریم، به مردم حالی بکنیم. بولشویزم، شوراهای اون دوره، شوراهای پترزبورگ، مسکو، کارگران کمونیست اون دوره، اونا کمونیست بودن.
رهایی که برای زن آوردن، امکاناتی که برای نوزاد فراهم کردن، تمام دستاوردهای رفاهی شوروی از قبل اونجا پراتیک شده بود. همه کارهایی کردن که کل بورژوازی در تمام عمرش نتونسته بود انجام بده. اینا رو سیاه کردن از نظر مردم، عکس نشون دادن. من هنوز کسانی رو در این نزدیکی خودمون دیدم تبلیغات اونا رو تکرار میکنه علیه کمونیسم، که مثلا میگن امکان رشد در کمونیسم نیست، در حالی که ما رشد افراد برامون پایه‌ای ترین برای رشد کل جامعه. کل رشد جامعه میاد در خدمت رشد افراد. این تکنولوژی عظیم در خدمت مردم قرار میگیره. اینقدر اوقات فراغت داشته باشید تو برید خلاقیت های انسانی که هیچ کس نمیتونه الان حدس بزنه چیه، اینا شکوفا بشن و شکوفا خواهند شد. بنابراین خب ما یه بدیل داریم، خود بورژوازی هم یه بدیل داره. الان بورژوازی کاری که میکنه میگه سال به اصطلاح 1384 انقلاب مشروطه، 1284 انقلاب مشروطه میخواست دموکراسی بیاره، 57 میخواد دموکراسی بیاره. الان هم که همش میگن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر بنابراین دموکراسی میخوان. بعد یه کاری میخوان بکنن بگن همه اینا مشابهن. مطلقا مشابه نیستن. اون انقلاب ما اگه وقت داشته باشه من توضیح بدم. نه من میخواستم همینو بگم که تحلیل های مختلفی از در مورد مرگ بر دیکتاتور. ریشه این شعار رو شما در چی میبینید؟ ریشهش طبقاتیه. بورژوازی میگه که سال 1284 مردم دموکراسی مردم نبودن. سرمایه‌داری دوره ناصرالدین شاه و دوره امیرکبیر آثار اینه که کم کم داره پایه اجتماعیش رو تو جامعه پیدا میکنه، بین تجار پیدا میکنه و رشد میکنه. پول در دست اینا خیلی بیشتر میشه. حتی فئودال های قدیم به پول اینا احتیاج پیدا میکنه. بعد فئودال ها دیگه نمیتونن دهقانان رو سازمان بدن برای تولید. فقر عجیب. بعد دزدی عجیبی که دولت میکرد از این مردم فقیر که همه در شمال ایران بلند شدن رفتن باکو اینا کار بکنن، برفتن با بولشویکا فوراً تشخیص دادن باید با اینا کار کنن. حزب کمونیست ایران درست شد، تشکل‌های غیبی درست شد. مقصودم اینه که ما از همون دوره مسئله‌مون طبقاتی بوده. اون دموکراسی برای این بورژوازی بوده. این الان ما ببینیم در دوره دوره رونق سرمایه‌داری در دوره پهلوی هم دیدیم نهایتاً وضع کارگر بهتر شد، وضع دهقان رها شده از زمین بهتر شد. خود دهقانی هم که منصر زمین یه ذره وضعش بهتر شد به لحاظ مادی میگم. ولی یک دیکتاتوری عظیم در کنارش بود دیگه، اینی که یک نفر به عنوان شاه همه کاره مملکت پیچیده بود که اون وقت 35 میلیون جمعیت داشت. این دفعه که ما علیه این برای این انقلاب شد که این کارگر دیگه نمیتونست با اون سطح زندگی قبول کنه، سطح طبقش بالا رفته بود دیگه. اینه که آشنا شده بود مسائل جهان، آشنا شده بود مسائل اینه که با سوسیالیستا درش نیرو داشتن جوونا. انقلاب ایران دو شاخه داشت، یکی چپ و کمونیستا و اینا بودن، یکی این اسلامی ها اینا که امپریالیسم و اینا پشتش بودن، هی تقویتش کردن، BBC رو آوردن و کارش کردن که هژمون بشه به اصطلاح، یعنی روی مسلط و صاحب سلطه بشه. این دموکراسی که خواسته میشد مال این بود. طبقه کارگر در واقع حکومت پهلوی رو صعود داد. طبقه کارگر شوراهاشو میدون آورد. طبقه کارگری که هنوز بخشن یه پاش تو بخشی شد، یه پاشون هنوز تو روستا بودن، هنوز شهری و پرولتاریزم معنی نشده بودن. اونا با شورا اومدن. دموکراسی که این میخواد خیلی فرق داره با دموکراسی که قبلا بورژوازی میخواد. ما دیدیم مال بورژوازی رو حتی در دوره رونق سرمایه‌داری اختلاف طبقاتی که درست شد کوهاتا بود. دزدای عجیب اینا پیدا شدن، صاحب سرمایه هایی که پوست کارگر رو میکندن پیدا شدن. این در دوره ما کاملا دموکراسی دیگه کارگری، یعنی دموکراسی کارگری که در اون چند سال در دوره بولشویکا پراتیک شد
ما الان امکان داریم دوباره اینو پراتیک کنیم. این رفیق که میپرسه کمونیست‌ها و چپا واقعا در ایران قوی هستن. به همین جهت امپریالیسم نمیخواد جمهوری اسلامی صعود کنه. به همین جهت اصلاح طلبها رو آورده بلکه حفظ بکنه این رژیمو با مذاکره، با یه حرفای میدنی که اصلا سرمایه در ایران این دموکراسی و این رفاه و اینا رو به رسمیت نخواهد شناخت. خود خاتمی نشون داد دیگه تو 8 سال کشتار روشنفکران رو که بگیم دیگران کردن، از خودشون بودن، اونم مال جمهوری اسلامی، اینم مال اونا کردن، حمله به کارگران و کشتار کارگران با هلیکوپتر و با سلاح‌های 75 میلیمتری کردن دیگه کارگر رو 10 نفر اگه بیشتر تو کارگاه بود از قانون کار محروم کرد و بعد الان 90% بیشتر، حتی 95% قرارداد به اصطلاح موقت و قرارداد با پیمانکار اینا دارن که غیر دائمی دارن، محصول از رفسنجانی و خاتمی تا الانه. بنابراین اینا کمونیست ها همچنان نیرومندن اما پراکندن و امپریالیسم میدونه کوچکترین چیزی برای خود رژیم پیش بیاد این نیرو زود متحد میشه، این نیرو از زندان ها بیرون میاد. خیلی از کمونیست ها اون همه رزمندگی در داخل زندان ها مال ایناست، زنش مردش واقعا قهرمانان الهام بخشی هستند. اینا همه نیروی عظیم خواهد شد. بنابراین وظیفه ما همینه که به طور مشخص کاری بکنیم که قانع بکنیم مردم که سوسیالیسم عملیه، چون خیلی ها دوست دارن میگن عملی نیست، خیلی ها میگن عادلانه است ولی عملی نیست. بگیم عملیه. بهشت ما در داخل زمین نمیخوایم بسازیم، یه دنیای واقعی تغییراتی که داده میشه، ثروت عظیمی که هست در دست مردم خودش، در شوراها چیز میشه و هیچ حزبی، هیچ کمونیست متشکلی نباید و نمیخواد حاکم بشه. ما هم جزء شوراها خواهیم شد و اون شوراها هستن که قانون اساسی رو، این قوه قضاییه انتخابی رو، این نیروی به اصطلاح جوابگو رو که تو میای یه خانمیای آقا رو یا یه مجموعه خانم آقا رو میذاری برای انجام یک کاری، برای آبادان کردن یه جایی، برای مشکل بهداشتی یه جایی، تقویت آموزش یه جایی، برای تقویت علم در یه جایی، کارشون رو خوب انجام ندادن بلافاصله تغییرشون میدی. مثل پارلمانتری نیست 4 سال منتظر بشی فلان. اینا قویان. ما میدونیم به طور مشخص باید کاری کنیم، هم تشکل خودشون رو داشته باشن طبقاتی، هم تشکل حزبی. منتها تو این مدت انارشیسم در دنیا و در ایران هم تقویت شده، ضدیت با حزبیت تشکل تقویت شده، رهبری لازمه، رهبری کمیته‌ای، رهبری فردی نه، رهبری کاریزماتیک نه، رهبری کمیته‌ای لازمه، رهبری حزبی لازمه. ولی همین رادیو تلویزیون ها حرف کسانی رو که تحت تاثیر این انارشیسم هستن میگن نه ما خودمون رو سازمان میدیم. بابا خرد جمعی، خرد جمعی یعنی چی؟ خرد جمعی همونه که ما میگیم در بهترین شکلش. اینا رو باید آگاهگری بکنیم و انقلاب بهمون امکان میده سریع این بلایا رو بشوریم و احزاب کمونیست خودمون و احزاب طبقاتی خودمون رو درست کنیم. به نظر من وظیفه‌مون غیر از این نیست. بله، سپاسگزارم رفیق فریدون. وقت برنامه به اتمام رسیده. امیدوارم در یه برنامه دیگه ادامه حرفامون خیلی در مورد متشکرم از سوسیالیسم شما و شورای. سپاسگزارم و سپاسگزارم از بیننده عزیزی که از شهر سقز برامون پیام فرستاده بود. یک بار دیگه از طریق تلویزیون اعلام می‌کنیم که کودکی در سقز جان باخته و پیکر این کودک عزیز در بیمارستان شهر سقز، بیمارستان تامین اجتماعی هستش. بینندگان عزیزی از ما خواستن که از طریق تلویزیون بگیم که مردم شهر سقز به کمک خانواده این کودک جان باخته برن که نیروهای سرکوبگر قصد دارن پیکر این کودک جان باخته رو بدزدن و به دور از چشم خانواده و مردم شهر سقز اون رو به خاک بسپارن. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و همچنین سپاسگزارم از ویدیوها و پیام‌ها و عکسایی که از طریق تلگرام برای ما میفرستید.
تا دیداری درود به امید پیروزی. کامران لای فرانسرا بیمارستان درگیری زخمی هست لە کامێرانە. کامێران زخمی هست. کامێران زخمی، کامێران وعزیت قرمزە دەرگیریە. شهیدی کردستانه کفوت قهرمانه 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 صمیم مردی ایوان نای سرشانی که وطن رمان همی مردی ایوان نای سرشانی که وطن